امروز سوره که ما میگذاریم سوره تین هست. تین از نامش هم دیگر باید کمی تعجب کنیم که نام تین یعنی سوره به نام انجیر هست و هر سوره که با نام گذاشته شده است یا با یک کلمه نام گذاشته شده است، یقین بدانید که سر در آن هست. و سوره تین را پروردگار شروع میکند با قسم خوردن و میگوید و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. با 4 چیز قسم میخورد: قسم به انجیر و قسم به زیتون و قسم به طور سینا و قسم به این شهر آمین یا امان یعنی مکه. وقتی الله قسم میخورد به زیتون، در اینجا به تین و زیتون یا به انجیر و زیتون، در آیت یکم خواهران عزیز درباره انجیر اگر کفتکو کرده برآمده باشد، از خودش میوه هست که نه پوست قفس دارد و نه دانک دارد. نه دانک سر در داخلش دارد. و این چونین از میوه هست که اگر هر یک میوه یعنی درخت ها اساساً در یک سال یک بار حاصل بدهند، انجیر 2 بار 3 بار هم حتی حاصل میدهد. و درباره فایده هایش تقریبا بیشمار است که خودی در اینجا حدیث آوردگی هستند، ولی در سند حدیث ضعف است یا گفتیم بعضی مجهولیت هست. بعضی از علما میگن این حدیث رو حدیث نیو قولی بعضی صحابه هم هست که گویان پیش پیامبر گفته استادم حدیث ضعیف میگن، ولی به خاطر اینکه دیگر طبیبان فایده های انجیر رو خیلی زیاد گفتن، حدیث رو باز هم ذکر کرده میگذارم. نزد پیامبر انجیر آورده می شود و پیامبر میگویند بخورید، این همان میوه هست که الله با آن قسم خورده است، این همان چی است؟ زیتون است و این برای بیماری بواسیر و این چونین به کسلی هایی که استخوان ها گزک میگیرند یا گفتیم التهاب میگیرند فایده دارد. و در چخیلی گفتم در سند این حدیث مقال است، ولی خودتین به هم جگر هم روده هم خودی گلو و برای نیست کردن بلغم، برای این چونین برای کودکان در آن سختی، یعنی به بیماری های خیلی زیاد چی خشکش چی ترش فایده کلان دارد. علل خصوص خشکش رو میگوین ابن قیم جوزی که خود هم طبیب هم هستند، اینجا میگوین خودی تین یا انجیر به اعصاب هم به معینه سر هم خیلی فایده دارد. یعنی از میوه های هست که استادش دوا هست برای انسان ها، برای همین برای کودکان هم میتوانید، یعنی به اکثریت کسل ها علل خصوص که کودک های معده خیلی زیاد سلفه میشوند و به شمال خوردگی و سلفه و درد گلو هم خیلی فایده دارد. چه خشکش چه ترش برای کودک ها هم برای کلان ها هم از میوه های چی است؟ شفاگی است. میوه های هست که خیلی به دردهای زیاد شفا هست و پروردگار با این قسم خورده است. و دربارهش حتی در خاطرم هست که بعضی طبیبان خود دکتران هم برای کودکانی که مثلا چند روز شکم درد میشوند میگن یک پاره معده از انجیر بده، انجیر خشک، یا انجیر خشک رو به آب تر کرده از آبش بده. یعنی در قرآن هم هست و فایده هاش هم خیلی زیاد است که یکی میتوانید نظر کنید به اینترنت و باز فایده های زیادی آن را ببینید.